تو یه دقیقه میخوام برات از تنفر نسبت به خود بگم. ما از خودمون متنفر میشیم، حالمون از خودمون به هم میخوره. دلیلش چی میتونه باشه؟ حتما یه دلیل مهم داره. دلیلش دفاع از رابطه است. من میخوام از رابطه خودم و والدینم، رابطه خودم و دوستام محافظت کنم. بنابراین نمیتونم خشمم رو ببرم سمت اونها، نمیتونم از اونها متنفر باشم، لذا دیواری کوتاهتر از خودم پیدا نمیکنم. اینو برش میگردونم تقصیر خودم، میگم خودم مقصرم، خودم کوتاهی کردم. ولی الان بزرگ شدم، این دفاع داره به من آسیب میزنه، داره اعتماد به نفس منو کاهش میده و لذا باید این دفاع رو بذاریم کنار، به خودمون بها بدیم، برای خودمون ارزش قائل بشیم، به احساسات منفی هم توجه کنیم، حتی خشم نسبت به دیگران، و دیگه با خودم حالم بد نباشه.